بیتا جون من پروژه‌ت دیدم خیلی خوب بود. قصدت اینه که ادامه بدی؟ 100% من خیلی براش تلاش کردم. خیلی مشکلات پیش اومده ولی من هیچ وقت از تلاشم دست بر نمیدارم. دوست دارم که ادامه بدم. این درسته. من خودم هم جهانگردی که خوندم عاشق رشته‌ام. خیلی دوست دارم شهرهای مختلف سفر کنم. آره منم عاشق سفرم. بعد اون روز که رفته بودیم بومگردی اصلا خودم دلم می‌خواد همچین چیزی رو داشته باشم که مال خودم باشه. آدمای مختلف ببینم. خیلی خوبه واقعا. ان شاءالله که هر چی خیره بر هر دو تامون پیش بیاد. ان شاءالله. پیتا جون یه سال بپرسم ناراحت نمیشی؟ نه دوستیم دیگه. آره راحت باش هر چی که دوست داری بپرس. کسی تو زندگیت نیست؟ راستش کسی که تو زندگیم باشه نه ولی خواستگار حالا یه خواستگار حالا دارم پسر عمومه بعد ولی هنوز هیچی مشخص نیست. حالا با شما از نه هستی که میگین فامیلی نه ازدواج فامیلی نه اصلا موضوع نیست. حالا نمیدونم هر چیزی که پیش بیاد حالا نمیدونم واقعا چی باید بشه ولی امیدوارم بهترین ها برات پیش بیاد. ممنونم. تو چطور؟ کسی بوده تو زندگیت یا اینکه خواستگاری چیزی؟ کسی تو زندگی من نبوده ولی خب به هر حال موقعیت واسه پسرها هست واسه دخترها هست واسه خود منم بوده. آره بوده کسی که من فکر می‌کردم که یعنی خودم هنوزم فکر می‌کنم که بافتمون اصلا شبیه هم دیگه نیست. آره خیلی با هم دیگه متفاوتی. من دلم میخواد یه پسری باشه توی زندگیم که ساده باشه، بی‌ریا باشه، بشه باهاش صحبت کرد. دقیقاً خیلی مهمه که مثل خودم باشه، مثل خودمون باشه. حالا باید ببینیم باید پیش بیاد دیگه. آره واقعا نمیدونم چی قراره پیش بیاد واقعا. ولی من خیلی خوشحالم از این که اومدم اینجا. نه خیلی خوشحالم که یه هم صحبت دارم. من اگه میدونستم دوستای خوبی مثل شما میشم اینجا داشته باشم خیلی زودتر از اینا میومدم. اصلا با میلاد میومدم پیش عزیز جون میموندم پیش شما. ما هم خیلی خوشحالیم واقعا از وجودتون. خیلی ممنون. کیف میکنیم کلی خوبه. ممنونم. متشکرم. شبی واقعا دستت در نکنه برنج جان کارت 20 به 20 خیلی خوردی دارم میترکم چسبیرا قبل از اینکه بخوابیم یه جوک بگم بذار خون به مغزمون برسه راحت‌تر بخوابیم میگن خیلی خوبه خنده اگه گفتیم به میوه های نرسیده چی میگن؟ خب قطعا نارس. نه دیگه آقا میگن کال. نه دیگه کال دیگه میگن اگه رسیدین زنگ بزنید. رسیدین زنگ بزنید. هر بار اینا گوش میدن خودم من الان یه جوک دارم واسه آقا اسفندیار چون با من تعریف کردم اصلا بچه‌ها دیگه ریسه میرفتن اصلا جوک معما عاشق جوکام آقا میگم شما بفرمایید که میدونید اگه یه برو بندازی توی آب چی میشه؟ میشه به ماهی دیگه. بیا دیگه ماهی نمیشه بخیس. نه بخیس هم نمیشه بهی. نه دیگه برو بندازی توی آب چی میشه؟ چی میشه بگو. من بگم بهتر چون تر میشه بهتر. آقا تموم شد الان. به که میندازی تو آب خیس میشه دیگه میشه بهخیس دیگه. نه دیگه تر میشه دیگه. تر اونجوری نیست که اصلا به چرا باید انداخت تو آب؟ یا باید بشه مربا؟ نه یا اینکه باید ببین تر اگه باید دستمال تر باید بشه تر اون خیس میشه عزیز دل من. اینجور جوکا رو تعریف نکن. اینجور جوکا رو تعریف میکنی میگم گوش تلخ. خب میگم که حالا شما جو گفتین بذارید منم جوک بگم. نمیخواد آقا جوک. پس بلنشیم بخوابیم. منم گفتم. چی؟ بلنشیم بخوابیم. چرا بلنشیم بخوابیم؟ دراز بکشیم بخوابیم دیگه. خب منظورم این کارا رو میکنی. بعد میگه یکی دیگه بگم آقا اسفندیار خوابیدن آخه نه مثل مقاسم بگم که یه دونه بگو شما میگن که یه روزی دوتا میخ با هم دیگه عروسی میکنن ما ارسل میرن تو پولک چرا پولک دیگه پولک چی؟ این با دیلر رو سراغ میکنن بعد یه چیز لاکی میندازن اون رول پلاکه اونم میخ نیست پیچه ببین تو این جوک ساده رو نمیتونی بگی یه جوک فنی بگی نکن این کارا رو نگو جوک نگو از این جوکا نگو گوش تلخی میاره برات نگو دیگه برای تو پسر خوبی هستی ولی جوکات خوب نیست شب بخیر باسی آقا اسفندیار یه جوک دیگه بگم قبل خواب شما یه روزی یه تخم مرغ میخواست بره بیرون مامانش بهش میگه هر جا داری میری برو نوشونه باش تخم مرغ میره بیرون اون که جوجه نیست که پا نداره که نه جوک بود از این خب جوک باشه جوک یعنی همین انقدر ما توهم زدیم که تخم مرغ همینطوری بره بیرون
نمیشه اصلا. گرفتاری شدیم. یه دونه دانستنی هم دارم بهتون بگم میگه چرا تخم مرغا همشون مو ندارن؟ گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه همشون از یه شونه استفاده میکنن. درنگ خوب بود. شب بخیر. آره شب بخیر. شما هم سخت خنده کنید. بخواب آقا. شب بخیر. نکن آقا آقا چه بوده نمیره بیری بوده آقا جو بهرنگ تویی؟ ساعت 9 تو شونه باش. خواب تن تا شونه میزنه. شونه چیه؟ خوابش بگو ساعت سونیه نفس انجام بده. از این نفس انجام بکشین. بس من نپام بس آقا او طرف فزنجان او طرف نه فزنجان طرف نه ماهی بده. بیارن یه سبی صبحانه بخورده. صبحانه چی نه؟ پنیر، کره، مربا، نان، چای شیرین، همه چی. مغزگرده گونه نگی همه چی؟ نه مغزگرده ده ببخشید. دیشب اونو گفتیم چه من خوابا باید. چرا؟ آقا اسفندیار بندی خدا چه انسان شریف چه انسان دوست داشتنی فقط خرافات کنیده اصلا خواب نارو کنه خواب نارو تو خودت بگفتی باشن اتاق جا بکن. من ننیزیم خواب نارو کنه اشکال نداره تحمل کنم بابا خواب نارو چیزی نیه تحمل کنم ولی اگه خودم میشه صبح شم بدم کار رسه عزیز بندی همش خوابه حالا نکنم چه سوال دیگه قضیه مرزم تا مهان شناسه خصوصی هم بده گردم تو مرا بگو تی حس درونی نسبت به تیمور مامانی؟ نه اصلا نه تو مهم آقا جان گفت آقا واسه تیم موضوع من مهم نیه من حس دارین من مشاور هم یه سوال واسه یعنی من مشاورم خواهم بده می کار کوی گیر بوده همین تی حس دارین نسبت به تیمور آقا نفس خوب بود زک خوب بیز پولم که داره مثلا تری چم نبود درسته تو شما اجازه نداری از چیمی مشاور اجور سوالم بپرسیده سر صحبت با مزبیه یعنی من فهم کلا رو بشم دیوار برام سوال جواب بدم یعنی تیمور تی نمیگم شده نیه نو مشخص نیه بهرنگ مشخص نیه چون الان یعنی مشخص به درسته بابا چه دارم چه فرقی کنه الان سوال آقا احتمال داره که تی نمیگم شده بابا نه اونم ننی تو بس مشاور خوبی نیه اگر اون بخواد نبا و از بابا درسته یعنی احتمال داره من دوباره الان مشکل چیه مشکلی نداریم چون صدا خانم رو بگفته که متر نخوایم من میدونم که صدا رو بگفته آره من گفته نخوایم من میدونم ناراحتی من ناراحت نه ناراحت نی اصلا نه چون آقا من نیمه نبوده تو بگفتی قایم بشم خدمت نیمه نبوده نه اگه من نیمه گم شده بودی که من الان خدمت دیستم ولی اون نیمه نبود آقا من خودم با میدم آقا برنگ مثلا تو همه تلاش کردن یه دختری که هیچ اصلا عملی اون نره گفتم آقا امین نیمه نیه کدوم به ما واسه نیمه نیه یه جایی یه حرکتی پیش به ما که خدا خواست خدا درخت خوب جواب بیدم حالا بماند بیدم آقا یو اصلا می نیمه ای حس درونی پارس مثبت فرکانسی که ما هم دیگه رو روانه کنیم چی کو نیمه گم شده من ندارم تره بگم دیگه من همه چی که دارم فقط هم گفتی سوال همه چی بتی مشاور بگیه نه چه سوال آده گم من دیگه چیزی که قضیه بفهم مطمئنی؟ آره بیشتر غیب بزنی؟ نه دست شما در نکنم زود بیا تا هم قدم خیلی شما افتخار کنم سوال کنم بفرم درسته هنه دی قضیه اگه بخوای درستی ببینی اونی هنه اون نگو سوال کنی لازم میشه خدا
وایتی جان ببینیم شو اما که همیشه و همون جوری مزاحم شو دست بفرما همیشه بولم مزاحم امی زکنم که هر شب شما مزاحم میدی جای تنگ کودیدی نه بابا اتفاقا این بیرنگه چی آقا مثلا خاصه بابا یه وقت خاصه بابا خبر نره کنه نه می‌خواستم بورسم که آقا اسفندیار خورد پاپ کنه بیرنگ نراد نیه نه گیز خبر نره کنه ولی شرمنده سلامت باشی زنده باشی خب دیشب خوش بگذشت شماره وای دیشب شمی جا خالی بود اینقدر خوش بگذشت ماما اینقدر غذاش خوب بود اما شمی ده بار شما یاد باوردی ولی بیرنگ همه شرمنده بگوده دی آقا بیرنگ چی مگه آقا بیرنگ حساب بگوده بله همه بیرنگ حساب بگوده ای وای بود پوست با خدا ماما نخواستیم اینقدر اسفندیار خدا وکیلی اصرار بگوده ولی آقا بیرنگ قبول نگوده نه بابا اصلا اون اخلاق بود اصلا خودش بس بونه لکسی دست بگیره ان شاء الله نروسی جو سلام خب پیرو من سن پیرو جو اخلاق داره آره شما ببین شما چطور بوسه تشریف بر شما کار سن نشیدی ام دکتر گفتن کار چیدگی بیشترین کسی اصرار بگوده مریم بود همش گفتیم میدیل میبره یا تنگا بسته انا مثلا بخاطر نمایی چطور مثلا بوسن بومی نه بس میری یه ذره چیز باز بعدم از اون یکی دی بازنشسته کدو خوره دی وقت آزادش بیشتر بسته شما بازنشست بوسی ما ولی حقیقتش 25 سابقه کار داشتیم کارمند بود دی کرونا که با باسه آقا اسفندیار بگفت دی بیا بنیشتی خانه ساعت زندگی سراها برای بازنشست سندی نری ولی نه سندی کم سندی نه من حتی 17 سالگی دیپلم بگیرفتم بودم یک سال بوشم کار است دست درنگ با همیشه با اتفاقا هم دکتر مریاده خیلی عجیب چیزا زارن با مریاده اما او کوچیک بگودی پادشاه بازی بگونیم خودش باشه پادشاه اما رو دکتر بعد بزنیده چه چیزایی شما من یاد خانم اگه درست از مدرسه با میام خانه نسبیم حکم چه نیست مشخصه نمیشیدم من باید خیلی درس خیلی زارن برای ذکر خب داشت می دختر چیکونه که برام میسه ولی می دختر به سلامت خو لیسانس فگفته لیسانس جهانگردی فگفته دوست از مؤسسات توریستی بوشا کار است توریسم آره بعدش ولی شرایط کار خوب نبوده مقدار حساسه البته با ما بیرون مثلا عروسی پارچه که نبوده نه سنی نمیاد خواستگار خیلی داره البته نه که تو بخوایم بگیم که اما به اصطلاح مانع بیم نه خودش مقدار مشکل پسنده مشکل پسنده دوست داره بالاخره یه کسی ببه که از شیر پاک خورده خانواده بود بله ده تاسی که درس خوندن ببینیم چه خود استراحت بکنیم چه گردشی سفری چی میزکن چی ولی میزدن که ایت کجدان دختر دارم بیده کجدان دختر راهنمایی درس خواندن داره بله میپرسیدم که بیرن کار سرشه وی خود نامزد داره هوی حساب شرکت برارزا نامزد داشتن بعدش میره بگم می دخترم که ماشاءالله دلار ام دختر خبر داره ماشاءالله دو خواستگار داره این خیلی پول داره میمونه برای رضای خودش صفکار پسری پول داره خیلی پول داره کارشم که توی پروژه استخر دختر میشیم بله دانشجو بعد اینکه فعلا عدد جمع میسایم بدین چی کنه ایده بالا نیست خدا بداره شما ان شاء الله که ما راستی امر شما پسر قول بده که کشتی توریستی بخوایم بشیم شمی پسرمو خودش پسرمو البته مثل که عشان برده و یه کشتی غذای دریایی داری غذای دریایی داری که خیلی غذایانش خوبیه شما ان شاء الله تشریف ببرید با هم دیگه خوش گذره برام بوده من گوشه ماره همین تیمور دعوت شما گوشه دی برای همین تیمور دعوت بده گوشه میاره من زده بودم حال خوب نیکین نه دیگه فکر باید دی عمل آقا بشیم نه 100% دیگه باید میمان اما بله گفتیم باید جبران بکنیم نه کنه کسی دست به جیب بکنه خب شانس میزاگاش نه ما مطمئن بخور چه سر بس بلم سه بخور جان قربان شمی دست در مزاحمم باش نه بابا اختیار چه مزاحمتی روشن آرشن آقا چه خبیثه آقا خیلی مدکا بودن دروی دراز کرده چی چرزنی آقا نیشته بود بابا بابا مرا شگفت دیشب که بازار روم بود اشان نخلندم بغوزه تصحصیش ور بودم از زوالی رو کویز رو بغوزم الان تو نخلی امان بغوزیم چیسته چی بسته ماشین رو صحبت بگودم که آره اصلا کاملا دخترم رو صحبت بگودم بگو همون باید ما 2 روز ای بیسیم خیلی پیشیم باید ما زکا بیدیم خوب پسر بیدیم کور زیاد لبلا بگفته و کور مرگم بودم میخوام داداشم ببینم بگودم باید ما کور بده خیلی پیشید بابا تو چرا تصادلی تو اشین گوانه چرا کش کنی آقا بابا اشان ببینه بیسن اشان رو خوش گذره کرده تو اشان رو ماشاءالله دست بکش امان فرده امیر را بخورده بشه این تیران اصلا چی با بکنم بیون نکویدم ره یعنی چی
شکوفه من که اصلا باور نه تو طباق دکم بیشی تهران اصلا ترا آدرس درستی حسابی فدادن اصلا بمینه چتر باز اصلا بمینه ای چت بگذنه بدون جای خوبیسه با نقشه بمینه ما تمام هره بگیر همه جا بدکارم بابا ما سفر نقام ولی کره اصلا ترسم من اصلا مهمان نیان حالا بشه روغن مرفقی بر سگن فدا مرباری ولی لیست مرفق بشو بازار بگیره اینه ای سوپرمارکت روغن مرفقی روغن مرفقی سگن مرباری خیمه هم چیزی شو والله بفکری میجیب نی مو بازش هستم یعنی چی شکم دی دروغ نیدی مازا خیمه به شکم و تی شکم و زکن شکم بابا ایده بیچی رایت بکنین ده بابا حتی ما چی بکن خود هر دو چی بکن سیدین سفر کنم اشان بخواین از ای بوشن ما 1 سال باشین بدهکاری فافتاده من چرا گرزه بدخواه آقا چرا باور نگونی تو من گویم باشد مهمان قدم مستر تن ولی اشان مهمان نیان خیلی هاده کجا روغن بگی بله خیلی خوب خانم فرست خسته نباشین شما هم همچنین خسته نباشین همچنین شما یکی از دوستان من در لایجان هتل آپارتمان به زیر خرید تجهیز بکنه تعداد زیادی فرش‌های مختلف از ما خریداری بوده 9 متری و 12 متری انا فاکتورم آماده خیلی غروب به فجر از ذاکن هماهنگ بکنم فاکتور ما قایق اقساط 12 ماه استفاده کنم 12 جاش تل فراموش نمی دختر می حواست دست در قربان شم سلام مرد کارش بیرون بس خواهیم بشیم شعبه 1 شعبه 1 اون شلوغ الان هم که ساعت 3 تا 11 شب ما میکنیم چش من سلام دارم خسته نباشید من بیرون سر شما خسته نباشید تعجب کنم چقدر شاد و شنگول عباسی پر انرژی ببوسی درست خدا همه آخر عاقبت بخیر بکنه خیلی عزیزای خدا ستاره از وقتی تو جواب منفی بده اصلا این کار یه جور دیگره تو رو شاد شنگول حتی خب همکارا نبره حرف زنگی خنده چیه قضیه چیه خب من چی بکنم به من چه ارتباطی داره رویا جان تو مرگی سوال باورستم کرد رویا جان من سر بگفتم آقای پیرزاد جواب منفی بدم یعنی تمام بوسته بشو تاشو سوالا چیسه خب من کار ندارم هم تو که اصلا کاری نری بی زحمت همکارانو بگو ستاره هیچ خوش نیاجوری گبن تا الانم به گوش میامو فرسته من نخوایم بیشتر ببر باشه من اصلا همکاران گم تی پشت سر هیچ کدام حق نرده حرف بزنم دستم تی خیال جان قصد خنده بکن آفرین در ضمن لوستری که تازه باور داده تازه اوشن 2 تا از مشتریان درخواست بداده بگاد فاکتور بکنیم ما خواهیم اوشن فدیم عشان بگفتی که اگر نقدی خرید بکنید 20% تخفیف داره من اوشن بگفتم اتفاقا خیلی هم استقبال بوده یه تخم مرغ میخواد بره بیرون مامانش میگه هر جا میری نوشونه باش تخم مرغ خودش میره بیرون آقا تخم مرغ مگه پا داره میتونه بره بیرون نمیتونه که فقط اسخای کنم شمی اختلافات حل بوز دادیم شبای بخنه ها آره ان شاء الله بخوانه لمنم بگفتم ببین ای ولی دستای دارم میاره برام بخوانه بابا در شمی خانواده همین سیمبالای دسته کوته داره چی گفتم آقا هیچ از زکی دینه درس شمی اختلافات حل بوزیم شبای بخانه ده حل خور باورید چی مرا بخانه میپیر ترس بخوردی میخوای وارد سکتر تبوس آقای اسفندیار میلاد آقای اسفندیار آقای اسفندیار چیزا
چهره مثل مایه روشن کودرایه خیم کی عاشق بابم کی یکی اشتباهه تی بسیم در بدر در زنم بالو پر میدیل تی وابسته ایور نشی بی خبر تی دل ایتی کسنگه ای دل تی بستی تنگه فقط تی عشقم را دنیا میشین قشنگه تی بستی چشمک زنه جاسمان ستاره بیا که عاشق بیبیم پر بگیریم دوباره من تی خاطر خایمه شهید رایمه تو ارتیگایی بیشی من تی مره پایمه مره تو بی پانو کن میم را بطانو کن تی دوریم را کرنگ میچوم دریانو کن میم را بطانو کن بیا که عاشق بیبیم پر بگیریم دوباره میچومنم نم برم تی عشقمی دل کارم هرچی گناهیم بابا فقط سر دوست دارم هرچی گناهیم بابا